یک سوال دارم. همین بعضی برادران ملتچگی میکنن، جدا میکنن، مقصد غرمی و کلابی و مقصد داغستانی چچن مثال نمی بعضی فیدیو شده در همین اینترنت همین را جواب میدادی؟ اسلام چی؟ بهترین سوال. چندین برادران ما الحمدلله این سوال دادن، من جوابشون دادم ان شاء الله. با جواب میدم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى برای یکی ما شما گوشت میکنه، میگه که ما شما را قبائل گرداندم، یعنی که تاجی گرداندم، ارز گرداندم، داغستانی گرداندم، چچن گرداندم، عرب گرداندم، قرغیز ازبک گرداندم. لیکن در نزد من الله سبحانه و تعالی میگه که لفظ شما، ملت شما اعتبار نداره، یعنی که در نزد من معتبرترین شما در نزد من او انسانی که قدر داره او چه؟ تقوا. یعنی که حضرت بلال از حبش بود، سلمان فارس بود، وقتی پیامبر اکرم شو گفت سلمان عنا، سلمان از اهل اولیه ما. لیکن بلال امروز کسی اگر که ملت پرستی میکنه یا که ملت چی میکنه، پیغمبر میگه امتی من نیست. جوان عزیز فرق نداره، هر کسی میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله و امتی محمد است. ما باید تفریقا نندازیم. وقتی تو با آواز بالا میگی ما الحمدلله مسلمان هستم و تو تفریقا میکنی که ما تاجیکا یا که ما قرقیزا، ما داغستانی، ما چنا عادی نمیشه. ولی قدر هر کسی میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله المؤمن اخو المؤمن و برادر ما و شما برادر. تو حق نداری که او را تحقیر بکنی. هر کاری که خیر میکنم، چی کار میکنه او برای اجر ثواب خودش میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پیغمبر الله میگه که الله نظر نمیکنه به جسدهای ما بزباله هستیم، سپارسیمنت هستیم، خب کمبغل هستی، خب بای هستی، یا که الله نظر نمیکنه که بس که صورت ما سیاه هستیم، سفید هستیم، خوشرو هستیم، کل هستیم، کل هستیم، بس الله چکار میکنه؟ نظر میکنه به قلبهای ما و شما، به عملهای ما و شما که ما چه عمل داریم، چه عمل داری تو. هر عملی که میکنی به خاطر خودت میکنی، هر اجر ثوابی که میکنی به خاطر خودت میکنی. برای این سبب در دین ما ملت پرستگی نیست. هر کسی هستیم چه ما الحمدلله مسلمان هستیم. مسلمان کشید اینجا ملت برادرها چیه؟ در روی بازی میگه برادر. هر کسی که ملت چیگی میگه امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست. برای برادر ای الله بترسید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رسپون الله یجاب خبیم پیرو قرآن و سنت بکنیم، همه میشن برادر دوست حقیقی ان شاء الله. خداوند در بین این ملت و محبت عطا فرما. آمین. خداوند این در بین ملت از زبانهای ما و از قلبهای ما کبر و غرور ملت دور بگردان و ما امت موحد بگردان. خداوند همه ما توفیق بده و این عید باز هم خداوند در خاندان ما مبارک بگردان برحمت